این دختر در حال سناست که این کاکا پسر بهش نخ میده و اونم خیلی ریز نخو میکنه تو سوزن. پسر مأمور برقو میگه چراغی به روشنی تو ندیدم. اونم میگه برقم نگیرت جذاب. شب پدر دخترشو دید میزنه که میبینه در حال گرفتن عکس لختیه. پدر میفهمه دخترش برای کی عکسو فرستاده. پس دختر به پلیس زنگ میزنه، میگه پدرم داره یه بچه زیر سن و انگشت میکنه. پسر میگه من هیچ وقت به دخترش دست نزدم، من فقط اونو یک بار دیدم. پدر به پلیس میگه اون به دختر 16 ساله من تعرض کرده و پسر تکذیب میکنه و پدر عکس لخت پسر رو تو گوشی دخترش نشون میده به پلیس. پلیس میگه 16 سال سن غیرقانونی نیست. تو ایران 7 ساله ازدواج میکنن، 9 ساله بچه دار میشن و پدر عصبانی میشه. پس پلیس بهش میگه آروم باش مرد، اینجا جای این بحثا نیست.